نتایج بازی‌های روز دوم از هفته اول لیگ قهرمانان اروپا. اولمپیاکوس با حضور مهدی طارمی در ترکیب خود از نیمه دوم برابر پافوس مساوی کرد. بازی اسلاویا پراگ و بوده با نتیجه 2-2 مساوی شد. اینتر میلان با 2 گل کرد و گل از روی نقطه کرنر زده شد. آژاکس رو شکست داد. لیورپول تونست در یک بازی جذاب و تماشایی مقابل اتلتیکو مادرید که تا دقیقه 90 2-2 مساوی بود با گل پایانی ویرجیل فن دایک اتلتیک رو شکست بده. پاریس سن ژرمن در یک بازی پر از گل با 4 گل تونست آتالانتا رو در هم بکوبه و بایر مونیخ هم 3-1 چلسی رو شکست داد.